روانشناسی چه کمکی به تناسب اندام میکنه؟ ببین، من به عنوان یه روانشناس که تخصصم در مورد شاخه اختلالاتی خوردنه چند تا کمک میتونم بهت بکنم. اول اینکه ممکنه پرخوری عصبی داشته باشی، یعنی خوشحال میشی، ناراحت میشی، عصبانی میشی، اعصابت خورد میشه. اون چیزی که آرامش جان است غذاست. اون چیزی که تو رو آروم کنه غذاست. میتونم بهت یاد بدم که در واقع تکنیک‌های غلبه بر پرخوری هیجانی رو یاد بگیری. کار بعدی که میتونم انجام بدم چیه؟ اینکه کمکت بکنم تنش ها و استرس هایی که داری با تکنیک های مایندفولنس، با تکنیک مثلا حالا غذا خوردن ذهن آگاهانه و با تکنیک های دیگه این استرس کم بشه و در واقع تنشات کم بشه. کار دیگه که میتونم بکنم اینه که کمکت کنم سبک زندگی تو تغییر بدی. ممکنه الگوی خواب و بیداریت مشکل داشته باشه، ممکنه اصلا بگی من اراده ندارم، انگیزه ندارم، پرخوری عصبی دارم، 1000 بار رژیم گرفتم نتیجه نگرفتم. اینا مشکلاتی که دقیقاً به روانت برمیگرده. من نمیدونم چرا تو میری رژیمو میگیری. من نمیگم که درست یا غلط، من میخوام به تجربت رجوع بکنی. هر وقت رفتی رژیمت رو شکستی به خاطر چی بوده؟ یه لحظه برگرد فکر کن چی بود؟ به خاطر این بوده که انگیزت تموم شده، ارادت تموم شده، کم آوردی، خسته شدی، تحت فشار بودی، گفتی نمیخوام، اصلا زدی زیر میز، خسته شدی، درمونده شدی، اصلا افسرده شدی، اصلا میگم چاق باشم ولم کن و تحت تاثیر فشار و قضاوت دیگران قرار گرفتی و نتونستی به موقعیت مختلف بگی نه. همه اینا باعث اضافه وزنت شده. راحت بهت بگم آدمایی که در واقع اضافه وزن دارن حداقلش اینه که به دیگران آسیب نمیزنن ولی به خودشون آسیب میزنن، چون حواسشون به خودشون نیست. من بهت توصیه میکنم اگر این مشکلات و مسائل رو داری حتما زحمت بکش داخل دایرکت بهم بگو، ادمین جواب سوالات رو میده و ببینیم اگر واقعا نیاز داری یه جلسه ارزیابی با هم داشته باشیم، جلسه مشاوره با هم داشته باشیم، مسئله رو حلش کنیم. تا کی میخوای از این رژیم به اون رژیم بری؟